به نام امارت اسلامی افغانستان که حرکت تندرو طالبان اعلام کرده است، اخیرا والیان 27 ولایت از 34 ولایت افغانستان را تعیین کرد. از جمله مولوی عبدالغنی فایق معروف به مولوی غنی والی ولایت با تاجیکستان هم مرز بدخشان تعیین شده است. منبع خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان تعیین مولوی غنی را امر غیر منتظره نامیده گفته است که او را روز 7 نوامبر رسما به حیث والی در حضور مقامات دیگر ولایت بدخشان معرفی کردند. والی قبلی و نخستین طالبان در بدخشان مولوی امان الدین منصور یک ماه قبل برکنار و معاون فرمانده گرنیزون مزار شریف تعیین شد. بنا به اطلاع منبع سپوتنیک، او از این نوروزی شده به کابل و قندهار رفت، ولی کسی از سران طالبان به دادش نرسید. امان الدین منصور سپس به زادگاهش ناحیه وردوج بدخشان برگشته پرچم جبهه مقاومت را برافراخت. طالبان برای مذاکرات با او ملا یعقوب پسر ملا عمر اساسگذار طالبان را فرستاده بودند. او از گفتش از قدرت نوروزی یک هفته قبل به زادگاهش ولسوالی وردوج برگشته بیرق جبهه مقاومت ملی افغانستان را بالا کرد. این بیرق 3 ساعت در وردوج پرافشان بود. ملا یعقوب پسر ملا عمر وزیر دفاع و قاری فصیح الدین سردار ستاد وزارت دفاع طالبان به خاطر آرام کردن او به بدخشان آمدند و در ولسوالی بهارک یک جلسه 4 ساعته داشتند. آنجا چه فیصله شد معلوم نیست. گفته است منبع سپوتنیک مولوی عبدالغنی فایق 55 سال داشته از روستای کفترخانه ولسوالی درایم ولایت بدخشان است. مکتب ابتدایی را او در زادگاهش فرا گرفته سال 1986 به خاطر فراگیری علوم دینی به پاکستان رفت و در آنجا با آغاز فعالیت‌های طالبان به این گروه پیوست. در زمان ظهور اولین طالبان فرمانده فرقه 4 زرهدار پل چرخی کابل بود و پس از سقوط رژیم در سال 2001 دیگر باره به میدان جنگ رفت. 7 سال عضو کمیسیون نظامی امارت اسلامی و سال 2012 معاون والی نامنهاد طالبان برای بدخشان بود. تعیین مولوی غنی و مبارزه ها برای کرسی والی بدخشان که چند نفر برای آن وارد بحث شده بودند یک مدت نقطه میگذارد.